اعوذ بالله من المقام العظمی اللعین الرجیم المفلوک. عرض ادب و احترام خدمت بسیجیان آب دیده و نم کشیده. امروز میخوایم ببینیم کجاییم، چی دور و برمون داره میگذره. من رائفی پور اینجا نشستم، تو اونجا چارزانو نشستی، سماق کی رو میمکی؟ رو کلمات دیپ شو، درنگ کن. این جریان فکری که فرو سماور ما رو برداشته از همون فراماسونری غربی وام گرفته. من نمیگم برو سرچ کن ببین چی میاد. نشستی را به را بر همه را تحریم رو میبندن به ناف نظام. حاج قاسم تو فرودگاه ناغافل پلنگ صورتی میکنه، از اون وقت دستت لای در FATF، سرت کف خیابونای شهرهای ایران درگیر اغتشاشات راهبردی، همزمان ته راهبردی تو حیات خلوت تو عراق و لبنان داره غبار روبی میشه. جریان چیه؟ اونا کار خودشونو خوب بلدن. بذار چند تا کلید واژه بهت بدم، تو راستای سیر رو بگی برو. سال 57 امام تو هواپیماست، مهمان داره، روایت هستا تو کتاب تحریر الوسیله هست، سرچ بزن. مهمان داره با دست راستش امامو هدایت میکنه سمت راستش. اینو اینجا داشته باش. خود امام تو مدرسه علوی با دست راست. 2 سال بعد دست راست عظما رو میزنن ناقص میکنن. این که میگه جسم ناقصی دارم از اون میگه ها. سرچ کن. حالا این همون موقع است که بیل گیتس داره مایکروسافت رو بر اساس کلیک راست پای ریزی میکنه. کلیک راست میکنی چی بهت میده؟ کپی، پیست، دیلیت. اون دیلیتش 4 دهه بعد عمل میکنه. قاسم سلیمانی رو تو لاین راست فرودگاه بغداد دیلیت میکنه. چی میمونه؟ سرچ کن، عکسش هست. دست راستش. ببین چی برات چیدن. حالا تو عوض این که در راستای منویات مقام عظما حرکت کنی، تو فکر راسته گوسفند دیگه کباب کنی بزنی به راست بدنت. حالا راستو گفتم، بیا برو چپش. اینا میدونن که ما فضای مجازی رو فیلتر کردیم، میرن سراغ پلن دوم، سینما لنگویچ. سینما سرچ کن خودت میبینی. چی میشه که یهو اسکورسیزی میاد فیلم میسازه به نام آیریشمن. کل 3 ساعت فیلم واسه همون یه سکانسیه که دنیرو و جوپشی همدیگه رو میبینن. کجا؟ سرچ کن. پمپ بنزین. جرقه آشوب‌های آبان با چی بود؟ بنزین. کجا رو آتیش زدن؟ پمپ بنزین. مگه ما تو ایران اصلا موضوعی به نام بنزین داشتیم؟ اون تو فیلم میگه، این اینجا آتیش میزنه. سرچ کن. همزمان ریمیکس ترانه منم عکساشو پاره کردم، نامه هاشو پاره کردم میاد تو بازار. حالا تو کف خیابون عکسای پاره حاج قاسم و مقام عظمام و امام. ته آهنگ فکر یه چاره کردم. چاره چیه؟ براندازی. ببین چی کار میکنن اینا، بلدن. حالا اینا همه لول 1 بودا، یه لول میبرمت بالاتر. درست تو روزگاری که ما با موشک هامون پایگاه های استکبار رو درب و داغون کردیم، تو چین ویروس کرونا رو علم میکنن. چرا؟ میخوان بزنن تو سر جمهوری اسلامی، در صورتی که من نمیگم. برو سرچ کن. قدرت کشتار جمهوری اسلامی کجا، کرونا کجا؟ یمن، عراق، تهران، هواپیمای اوکراینی، لبنان، سوریه، میکشیم لت و پار. حالا برو یه لول بالاتر. این بالاتر. آیت الله جنتی امسال 92 سالشون شده. 9 و 2 11 سپتامبر. برجای دوقلو. حالا برجای دوقلو تو نیویورک، آبشار دوقلو سمت شیرپلا. پرتوپلا.
پرتوپلا رائفی پور. سرچ کن. حالا یه لول بیا بالاتر. اون نمیاد، من میام بالاتر. نمیشه. اینو میخوام بهت بگم مخت گودال شه. تاریخ آسمانی شدن حاج قاسم کیه؟ میدونی؟ 13 دی، یعنی 13 10. 13 رو ضرب در 10 کن، چند میشه؟ 737. نه 130 میدونم 130. این 130 رو دارم میکنم تو ذهنت، میشه 737. آره، بوینگ 737 اوکراینی. حالا با همین 737 تومن چقدر گوجه میشه خرید؟ گوجه کیلو 14,000 تومن میکنه 34 گرم. ماشین حساب بیار سرچ کن. 34 چیه؟ 34 چیه؟ شماره کفش زینب زیزیگولو دختر حاج قاسم سلیمانی که عمو بشار براش خریده. ببین تا کجا برات چیدن. حالا اون 14,000 گوجه رو بردار، یه صفرشو بردار، میشه 1400. سال انتخابات ریاست جمهوری ایران. حالا گوجه رو بردار، مقام عظما رو بشون سر جاش. بس دیگه، آقا خسته شدیم دیگه. مقام عظما گوجه هم نیست دیگه.